أبو مسعود الأنصاري البدري. أبو مسعود نومش كي قلت يعني عقبة ابن عمرو، عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة، عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة، عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة الأنصاري. يعني كنياش أبو مسعود، أبو مسعود البدري، أبو مسعود البدري. البدري يعني چی گفته ایگه بدری؟ مباشرتا میفهمیم که چی میفهمیم از بدری؟ یعنی شهید بدرن، یعنی غزوه بدر اشتراک کردگیش میگوین یعنی بدری. فهمدید؟ بدری گفته که میگیم یعنی همون صحابه هایی که همین 301 چند نفر هستن که همین هایی که و علیکم السلام، همون هایی که بدر به اشتراک کردگی علمین هایی چی میگویم یعنی بدری میگویم. على كون صحابي جليل أبو مسعود رضي الله تعالى عنه بدري، يعني آیا شهید بدرن او لا؟ این اختلاف های چی شدگی؟ یعنی اختلاف شدگی. فهمدید چی شدگی؟ یعنی گفتیم اختلاف شدگی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چی شدگی گفتیم؟ یعنی اختلاف شدگی. بعض اهل علم يثبتون انه شهید بدرن، نعم، بينما نجد غيرهم ماذا ينفون، لا يثبتون له ماذا؟ المشاركة، يعني مشاركة بدر. فهمت؟ يعني منهم من بخاري رحمه الله وحاكم إجاب رفتن يعني ذهب إلى أنه شهد بدرا. يعني بخاري حاكم يقول كي يعني چه بدر اشتراك کردگی، بدران اشتراک کردگی. لیکن دیگر اهل علم، دیگر علما هم میگن نه، اشتراک نکردگی. طيب برای چی بدری میگوین؟ برای که میگن انه نزل ماء بدرین، یعنی بدر منت گجونده عراقنده گجونده بدر گجاشنده سعودی گجاشنده گجا میگه چی گفته؟ شیخ عبود از بدر می، شیخ عبود بدری می یا عبدالرزاق باشد عبود هر جاک همین با ها نه بدر البدر اینو یکی از اجداداش بدر. شیخ از زلفی، شیخ عبود نام شیخ تمیمی زلفی من نه زلفه گجونده زلفه از قسیم ریاض رفته گفتن از قسیم یک 40 کیلومتر گذره طرفی چپ تونده، یعنی ساعت گرین چایکو به همجا کتی میگذارد موستا اگه دونیدم ساعت به همجا کتی میگذارد. یعنی وقتی مثلا چیز یعنی من یک چی میگم من نه خط اکواتر نه، من چیزایی که من به همین چیز المهم ساعت مثلا چیز گفتگیاشو همین گرینیچ به همین زلفی میگذارد. یعنی انا على منجا شیخ غدیان، شیخ عبدالمحسن عباد هر دوش از همین زلفی از النجد. بدر اگه گفتم یعنی از بدر یاد یامبو رفته استیت، یعنی یامبو 225 کیلومتر 225 کیلومتر، یعنی مدینه حاضر قریب 150 کیلومتر طرف غرب بروید، طرف راستونده بدر میموند. یعنی طرف راستونده چی میموند؟ بدر میموند. فهمید؟ بدر سون یعنی با 50 کیلومتر سون چی میشه؟ بحرینه یامبو میرید. یعنی فهمید؟ یعنی از مهم 150 کیلومتر از چی؟ از مدینه. یعنی طبعا رای ناف و اگر برای یعنی رای میقات کتی میرم گید بو نزدیکتر، یعنی 120 130 کیلومتر میشد. یعنی بدر الان اینجا برافته چی شده؟ یعنی همینجا زندگی کارگی میگم. فهمید؟ یعنی بعد از و علیکم السلام و رحمت الله یک وقتی رفتم جنده چی کارگی؟ یعنی زندگی کارگی. انا علمین جهاد مثلا چی میگن؟ نه بدری میگم. فهمید؟ یعنی مسئله چی بوده است؟ اختلافی بوده است. عقبه ابن عمرو بدر اشتراک کردگی یا نه؟ مسئله چی گفتیم؟ اختلافی. و بخاری رحمه الله چی گفته؟ یعنی گفته یک میگه که یعنی چی بدر اشتراک کرد. نعم یعنی ذهبی رحمه الله میگه که یعنی انه لم يشهد بدرا على الاصح، یعنی تصحیح یعنی قول راجح میگه بدر اشتراک نکرده. لیکن اوای چی یعنی متفق علیه که چی عقبه یعنی شهید عقبته، شهید العقبه چی گفته گاب؟ یعنی شهید العقبه سیره خونت میگم سیره ها چی؟ جنگی عقبه
دیگه قضیه کن غیرت هم خیلی محمد یعنی من حالا منجا یعنی پیش از هجره ها انصار اومده رسول صلی الله علیه و سلم به من جمع عقبانده چی کردن یعنی بیعت دادن عقبه امروز حاضر روز دهمند حاجی رفته سنگ میپرتوه کجا به میپرتوه کدوم جمرات به میپرتوه یعنی راست اومده ایشون میپرتوه یعنی ها حج رفتگاه بود کلانش حج رفتگاه اون طرف دیگه نمیدونم اون حج رفتگاه اون طرف بود مثلا این طرف میپرتوه کبرا حج اختلاف است دیگه حج رفتگاه چیه حجش چیه آها نه چی برای چه همه میدند یعنی کدوم شی پرتوه کبرا کجونده کجا بیانی اگر حاضر آها سیتا کدومش یعنی کدومش قریب مکه یعنی از همه امینا دورترینش یعنی برای همین شما رفته و روی دایمانده چیه یکم دویم ولی میپتوید و نشید که یک حاجی دیم حاج بیچاره مسافر یعنی پوورام کارو رفتگی یعنی بیچاره قریب تو شب کوفته گشتگی مینای خیلی گرفته اوباریم خیمه اوباریم چوی پوی کرد داده چیکیم گفتیم خیرین میگه رفتم میگه سانگ پارتوفتا میگه المهم همین سی بیز میگه از چی گرفته سانگ پارتوفتا الله قبول کنه گفته هارتش میاکسی پارتوفتا میگه یعنی اعوذ بالله آخر نه یک ها وعی نیست یعنی فهم نیست یعنی ها سبحان الله یعنی درست نگفتیم آخرین چیزی نباید که خیلی سونه با عربه برده میشه یعنی هم به رفته استیت چیکار میکنید حاضر مینا روید روزی یکم چی فقط یکم جمرات به میپرتوین که سنگه هم خیلی نه یک قسم جمرات به هفته میپرتویم من هفته هم به رفته استاد چی یکم میگذارید صغرا میبیاد و یا ها میمونه طرف چپتونده مونده میبرود سون وسطا میبیاد و هم میمونید مثلا سون چی میبیاد یعنی کبرا میبیاد ها کبرا یعنی از مینا دورترینش از مکه چی نزدیکترین از همه نزدیکترین جمرات چه مکه به من کبرا علمی تگر مینند بینید بلندی اصلا اینجا میبرید مکه رفتنی باشید ها پاستی به فرماده میبرید علمی اینجا دومش عقبه میگه علمی جنده چه انصار جمع شده رسول صلی الله علیه و سلم چی میتید یعنی بیعت میتید علمی های چی میگم یعنی ها عقبه گفته من میگم یعنی صحابه هایی که عقبه اشتراک کردن علمی های میگم یعنی فهمید بیعت کردن یعنی صحابه ها دوبار بیعت چه حاصل شد یعنی ها نعم 72 نفر علمی مثلا که بود یعنی ابو مسعود العقبی گفته برای من عقبه گفتم یعنی بدریه بیان کردیم عقبه چی کردیم بیان کردیم نامش گفتیم چیه عقبه ابن عمرو ابن ثعلبه نعم نعم و نه و عقبه ابن عمرو دیگر این عقبه ابن عمرو یعنی این معروف با کنیش فقط دایم ابو مسعود شده میبادنه ابو مسعود شده میبادنه ابو مسعود البدری یعنی صحابی رسول صلی الله علیه و آله و سلم این آدم که میشد یعنی بابای جدو زید ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب حسن ابن علی فهمدید یعنی هم بنده که میشد یعنی حسن بین جدو گفتیم بابای زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب این زید اصلا خدا میشه خدا میشه اما کی میشه اما کی علی با خدا میشد خدا میشه دالی حسن با گفته سودش حسن به یعنی حسن خسر میشد یعنی برای اینکه یعنی زید پدرش که حسن مادرش ام بشیر دختر عقبه دختر ابو مسعود فهمدید یعنی هم به یعنی ابو مسعود یعنی حسن یکی از زنهایش که بدگی دختری ابو مسعود بدگی فهمدید یعنی برای همین به علی چی بشن خدا میشن و حسن به کی میشد یعنی ابو مسعود یعنی حسن سحرش میشد ای خسوری حسن میشد یعنی ایناندکی ابو مسعود فهمیدید یا نفهمیدید یا نفهمیدید خسوری حسن میشد علی حسن یعنی که دختری ابو مسعود گرفت ها
حسن داماد میشد. علی کی میشد؟ خدا علی ابن مسعود ما پوچوی علی میفهم. Hasan. Kusur mu böyle? Kusur mu falan değil mi? Yok yok. Kayın Kalbamıza mı? Sen ne yapıyorsun? Onu Arabi çimiz ne ama Sur Arabi. Sur. Arabi. یعنی این مصاحره میگن یعنی بین شده یعنی ها مصاحره و علی دو زوجه میشد یعنی این چیز یعنی مصاحره میشد بین اینده یعنی فهمیدید من یعنی مثلا داماد سحر میگن یعنی بینش هر دوشم در لغت مصاحره یعنی گفته بین مفاعله هر دوشم چیز سحر گفته میشد یعنی فهمیدید ها همین چیز میگیم یعنی هم چیز میگیم یعنی حسن مطلق مزواج بدگی یعنی حسن مطلق مزواج بدگی علمی که بد یعنی ابو مسعود الانصاری رضی الله تعالی عنه بود و صحابی معروف صحابی مشهور یعنی قول راجح یعنی سال چند یعنی یا سال 39 یا 40 وفات میکند یعنی عام وفاده یعنی عام الجماعه یعنی بعد از علی رضی الله تعالی عنه یعنی کشته شدنش که یعنی ننده چی میشد همین سالنده وفات میکند رضی الله تعالی و ارضاه همین که بود یعنی ابو مسعود الانصاری رضی الله تعالی و ارضاه بود همیننده از بعد تابعین ها باره اومده گفتن که چه گفتن که اوصینا گفتن یعنی طلب کردن که ابو مسعود وصیت که ما بگفتن چی طلب کردن وصیت طلب کردن اوصینا گفتگینده گفت که یعنی گفت که همین یعنی امراها حاکم هایی که مثلا ظالم مثلا چیا میشن همینای مثلا نظر بگرفته گفت که علیکم بالجماعتی علیکم بالجماعتی حتی یستریح بر او یستراح من فاجرین ها انا من چیز یعنی چیکار کنیم گفت یعنی ما همین چیز سبحان الله این همه صحابه های یعنی وصیتاشون همین بود یعنی شاگرداشون یعنی همین خیلی مثلا اگر زمانو به اگر دوچار شوید که همین حاکم های ملوک های یعنی امام های ظالم مثلا همین خیلی ناعدل همین خیلی ها به اگر زمان همین خوننده باشه چیکار کنید یعنی وای ها به خروج کنید ضد وای ها بروید ضد وای ها جنگ کنید نه همراهی وای ها جماعتنده شوید همراهی چه جماعت شوید چی قدری که ظلم شود چیکار کنید یعنی جماعت شوید تا که یستریح برون یعنی یک آدم صالح شد که یک با وفات میکنه یک چی میشه ان شاء الله الله تعالی چه دور نمیرد این چیز چه دور نمیرد ها دور نمیرد یا که استراحه من فاجرین یا که وای میمرد و همه چی خلاص میشد یعنی اما دست به سلاح گرفته ضد حاکم خروج کردن این چیز چیه حرام ها صبر کنید میگفتم رضوان الله تعالی علیه مقصد کوکورو مقصد یعنی نعم یعنی اگر مثلا چی باشد یعنی اگر آدم صالح باشد یا که صالح ها یعنی راحت میکنن یعنی یا که از فاجر راست نعم هر دوش حاکم بیان محکوم بیان میگردد یعنی حاکم بیان که بیان محکوم بیان میگردد اگر حاکم میگیریم ای وایش نکوکورش نعم همه رو همه نعم 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 همین چیز یعنی